درود بر عزیزان همراه از سلسله آموزش‌های خوشنویسی هستم در خدمتتون. میخوایم کلمات یک مقدار ساده تر رو تحریر کنیم. برای این ویدیو اسم کشور عزیزمون ایران رو در نظر گرفتیم. این فرما رو توضیح به شما دادیم که به چه شکلی هست. با نیم قلم اجرا میشه و به صورت نرم. این حرکت نزولی هم هست. الف، و نون رو هم در یک ویدیو به صورت کامل توضیح دادیم. دو نقطه، یه الف دو نقطه‌ای، از داخل این الف دایره رو اجرا میکنیم و تا آخر میره. این قسمتی که از قوت به ضعف میاد، این قسمت رو میگن شمره نون. نقطه هم وسط در وسط قرار میگیره. نقطه ششدار وسط در وسط قرار میگیره که از هر طرف یک نقطه فاصله است. اگر یک نقطه اینجا قرار بدیم، در واقع به اول نون میرسیم. عزیزان ممنونم که کانال رو دنبال میکنید، لایک میذارید و شیرش میکنید تا به دوستانی که علاقه‌مند به خوشنویسی هستن این آموزش ها انتقال پیدا کنه. ممنونم.